بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى. الأصل الأول، أصل يكم معرفة العبد ربه. اکنون اصول ثلاثه اکنون سر می شود. سه اصل اکنون در همینجا سر می شود. بنابراین می فرماید که فاذا قیل لك بما عرفت ربك، وقتی که تو را بپرسند بگویند بما عرفت ربك، با چی تو پروردگارت را شناختی؟ فقل بآیاته و مخلوقاته، بس در این حین در جواب بفرما که با آیات و با مخلوقاتش شناختم. و من آیاته اللیل و النهار و الشمس و القمر، و بعضی از آیات پروردگار، نشانه های پروردگار شب و روز، آفتاب و ماهتاب است. و من مخلوقاته السماوات السبع والارضون السبع و من فیهن، و بعضی از مخلوقات او هفت آسمان و هفت زمین و کسانی که در این هست، و ما بینهما، و آن کسانی که یا که آنچه که در میان این دو از دیگر مخلوقات. و دلیل قوله تعالی، دلیل قول الله تعالی می فرماد و من آیاته اللیل و النهار و الشمس و القمر، بعضی از آیات الله، المراد بالآیات علاماته الدالة على قدرته، یعنی علامت هایی که دلالت به قدرت او میکنند. شب و روز، آفتاب و ماهتاب است. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، شما آفتاب پرستی و ماهتاب پرستی نکنید. واسجدوا لله الذي خلقهن ان کنتم ایاه تعبدون، و الله را شما سجده بکنید، ذاتی که ویها را آفرید اگر شما واقعا او را، یعنی الله را عبادت میکردنی باشید. و قوله تعالی ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام ثم استوى على العرش، یعنی به درستی پروردگار شما الله است، ذاتی که آسمان ها را آفرید و زمین را آفرید در 6 روز. ثم استوى على العرش، استوى بمعنى علا علیه و صعد و ارتفع، یعنی همینا به معنی برآمدن میشه. استواء حقیقا، برآمدن حقیقی، یلیق به سبحانه و تعالی، با خودی الله سبحانه و تعالی چی می باشد؟ موافق می باشد، لایق می باشد. نعم. علی العرش، عرش اصلا به معنی چی است؟ عرش یک تختی پاسچاره عرش میگویند، فهمیدید؟ نعم. یغشی اللیل النهار، ای یغطی کل واحد منهما الاخر. اینو من دیگه تفسیرش گفتم، من در کتاب نیست. یعنی هر کدام دیگری را چیکار میکنه؟ پرده پوش میکنه. عند مجیئه، در وقتی آمدنش، یعنی یک تاش بیاد به سبب آمدنش دیگریش چی میشه؟ پرده پوش میشه. بعد میفرماید یطلبه ای یعقب، از پس او می آید، یعنی یکی از پس دیگر می آید. حثیثا، تیز، یعنی یکی از این دو، مثلا یکی از این دو وقتش تمام شود، دیگری در آمدن تأخیر نمی کند. و الشمس و القمر و النجوم، و آفتاب و ماهتاب و ستارگان را آفرید که اونها مسخرات هستند به فرمان او، یعنی در زیر فرمان او چه هستند؟ خار هستند، خار شده اند، یعنی طبق نشانداد الله، طبق فرمان الله کار میکنند. الا له الخلق والامر، آگاه باشید از آن اوست آفریدن، یعنی که مخلوقات را آفریدن این حق اوست، از آن اوست. و امر کردن هم یعنی تصرف کردن، چی که خواهد کاری اوست. تبارک الله رب العالمین، تبارك بمعنى أي تنزه وتعالى وتعاظم
و جلت برکاته، یعنی پاک است الله، عالی است، بزرگ است، برکات الله هم بزرگ است که او پروردگار جهانیان است. و رب هو المعبود، پروردگار این ذات است که او را عبادت میکنند، معبود است. و دلیل قوله تعالی، دلیل سخن او تعالی است میفرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای مردم، یکمین ندایی که در قرآن می آید، ای مردم پروردگارتون عبادت کنید، الذی خلقکم، ذاتی که شما را آفرید، والذین من قبلکم، و کسانی را که قبل از شما بودند، لعلکم تتقون، تا شما تقوا بکنید. یعنی این عبادتتان باعث تقوای شما میشه. الذي جعل لكم الارض فراشا، ذاتی که برای شما زمین را همچون کرپا قرارگاه آفرید، و السماء بناء، و آسمان را همچون شفت بالا در زبر شما قرار داد. و انزل من السماء ماء، از آسمان باران را ریزان، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، و برای شما از هر انواع میوه ها برای شما روزی قرار داد. فلا تجعلوا لله اندادا، شما برای الله همتایان مگیرید، و انتم تعلمون، و شما میدانید که یعنی این همتایان برای شما نه یگون فایده آورده میتوانند نه یگون ضرر. برای همون میدانید که ویا دستشون هیچ نمیبود و یارا برای الله قرار ندهید. قال ابن كثير میگو فرماید رحمه الله تعالی الخالق لهذه الاشیاء میشود ختم است، هو المستحق للعباده، همون است ذاتی که حق بری عبادت و لایق عبادت. وقال الشارح الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى الشرح، يقول المؤلف رحمه الله فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. مؤلف الله رحمتش کنند میفرماید چون تو را بپرسند با چی پروردگارت را شناختی، فقل بآیاته و مخلوقاته، بگو با آیات و با مخلوقاتش. لأن الله تعالى اعطاك السمع والبصر والعقل، زیرا الله تعالی به تو شنوایی یعنی گوش عطا بخشیده است، به تو چشم بخشیده است و عقل داده است. یشاهد هذه الآیات، که یعنی که مشاهده کرده می شود یا که می بیند اون انسانی دارای همین چیزها را داشتگی آیات الله را، و یراها می بینشون، مشاهده می کند می بیند، فهی دلیل علیه سبحانه و تعالی، همین اینها دلیل میشن به وجود او سبحانه و تعالی. و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد، در تمام چیز نشانه هست که دلالت به یکتا بودن او میکند. اذا قیل لک، چون تو را بگویند بما عرفت ربک، پروردگارت را با چی شناختی، فقل بآیاته و مخلوقاته، در جواب بفرما با آیات و با نشانه و با مخلوقاتش. یعنی آیات با آیات کونی هسته و آیات چی؟ شرعی. آیات کونیش یعنی هر چیزی که من شما میبینیم، آفتاب و ماهتاب، اینا آیاتی کونین داخل میشن. آیات شرعی یعنی که وحی، سخنی الله. معلوم میشه که آیات در درون آیات مخلوقات هم هستند. بله، و مخلوقات الهی ذکر کردنش برای خاطر اون که مخلوق گفتگنده این با مخصوصا دیگه تقسیم نمیشه مخلوق، اما آیات ها این عطف عام، عطف خاص بعد عام میگویم، عطف خاص بر عام. یعنی وقتی که آیات گفت در اینجا عمومی آورد، خواه آیت شرعی باشد خواه آیت کونی در درنی، یعنی که مخلوقات هم در اومدن با مخصوصا مخلوق ذکر کردن. این از روی نقطه نظر قاعده علم نحو چی میگویم؟ عطف خاص بر عام، یعنی یک در عام آمده بود با دوباره ذکر شد. و من آیاته اللیل و النهار و الشمس و القمر، و بعضی از نشانه های الله شب و روز و آفتاب و ماهتاب است. اینا مخلوق هستن؟ میگید بله مخلوق هستند. و من مخلوقاته السماوات والارضون میشود.
درسترش اول اردین نه اردون. و بعضی از مخلوقات الله آسمان ها و زمین هستند. زمین ها خلقها الله كلها للدلاله تدل على قدرت الله و وحدانیته. همه اینها را الله آفریده است برای چی؟ برای دلیل بودن. للدلالتی، برای دلیل بودن که اینها دلالت میکنه یا که دلیل میشوند به قدرت الله و به یگانگی او سبحانه و تعالی. و استحقاقه العبادت، برای حق برو لایق عبادت بودنش دلالت میکنه. و انه هو الموجد الخالق لهذه الاشیاء، این دلالتی آن میکند اینها که او الله ایجاد کننده، آفرنده تمام این چیز هست. و من مخلوقاته السماوات السبع والارضین السبع، و بعضی از مخلوقات او السماواتی یعنی که 7 آسمان و 7 زمین است، و من فیهن و کسانی که در این هاست، و ما بینهما کسانی که در میان این دوست. کل هذه من آیات المخلوقات، همه اینها از آیاتی آفریده شده است، یعنی این آیات هم باشند از آیات مخلوق داخل می شوند. والهواء والطيور وغير ذلك، هوا، پرنده ها و غیر از اینها. و نهى عن السجود لها و امر بالسجود له سبحانه و تعالی، الله منع کرد از این چیزها را چیکار کردن؟ سجده کردن را، و امر فرمود و سجده کردن خودش او سبحانه و تعالی. و قال تعالی، الله تعالی می فرماد ان ربکم الله، بدرستی پروردگار شما الله است. الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام، ذاتی که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید. نعم. ثم استوى على العرش، بعد از آن به عرش برآمد. یغشی اللیل النهار، به شب روز را و به روز شب را پرده پوش میکند. یعنی کدامش پیش آمد همون پیش آمدگی دیگری را چیکار میکنه؟ پرده پوش میکنه. یعنی در صحبت درباره پیش و عاقب آمدن شب و روز گفته شده است. خیلی که میگن سمینه به نوبت آمدن. نعم. اخبر سبحانه انه الرب، الله سبحانه و تعالی الرب یعنی پروردگار بودنش خبر داده است. و انه الخالق للسماوات والارض، و آفرنده آسمان ها و زمین بودنش خبر داده است در این آیه کریمه. و فیه اثبات استواء الله تعالی فوق العرش، و در بالای عرش یا که به بالای عرش برآمدنش الله خبر داده است یا که اثبات کرده است. و انه المدبر، او چاره بیننده است. یعنی همه اینا را تمام این چیزی که من شما میبینیم و با نمیتونیم دیدن، همه اینا را چارش الله میبینن. و آفرنده است. و الخالق و هو الذي يعلم احوال العباد، او ذاتی هست که تمام احوال و حالتهای بنده ها را میدونسته ذات. ولا تخفى علیه خافیه، یگان چیزی پوشیده به الله پوشیده نمیماند. لا تخفى علیه خافیه. مفهوم؟ یغشی اللیل النهار، یعنی به شب روز را و روز شب را پرده پوش میکنه. یطلبه حثیثا، یعنی از پس او می آید سریعا. حثیث به معنای تیز. یعنی یغطی اللیل و النهار، شب و روز را پرده پوش میکند. اذا انتهى النهار جاء اللیل، وقتی که روز به پایان میرسد یعنی تمام میشود شب می آید. و غطاه، آمده روز را پرده پوش میکند. و اذا انتهى اللیل جاء النهار، شب تمام شود پایان شود روز می آید. و ازاله، روز آمده چیکار میکند؟ شب را دور میکند، نیست میکند. فاللیل یطلب النهار و النهار یطلب اللیل، یعنی چیکار میکند؟ روز درخواستی شب باشد درخواست روز، یعنی که بالعکس درخواست مراد از درخواست یعنی پس یکدیگر می آید. حثیثا ای سریعا تیز می آید. و الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره، و آفتاب و ماهتاب و ستارگان را آفرید همچون رام به فرمان او. این رام یعنی اگر تا اطاعت الله نمی رام میدند، یک حیوان رام میکند که چی که گوید اطاعت کردم، اینا هم در زیر فرمان الله رام شده هستند. رامشون ای سخرها الله، اینا را همش مسخر کرده است، خارشون کرده است.
فالشمس كل يوم تشرق من المشرق، هر روز آفتاب از مشرق میبره و تغرب من المغرب، و از مغرب چی؟ از طرف مغرب یا که به طرف مغرب فرو میرود. مسخره همچون اطاعت کننده، در زیر فرمان قرار یابنده. و القمر كذلك مسخر، ماه نیز همین طور چه؟ یعنی مسخر است، رم کرده شده است. من اول الشهر یخرج دقیقا صغیرا ضعیفا، از اول ماه میبینید که پیدا میشود نازک، میده، ضعیف. ثم لا یزال ینمو، بعد از آن همیشه رفتن میگیرد، زیاد شدن میگیرد، ینمو زیاد شدن میگیرد. حتی یکتمل، تا مکمل شدنش نموه، یعنی همون زیاد شویش. فی منتصف الشهر، در نیمه شهر، یعنی شهر ماه نیم شود میبینید که دوره مدور میشود، کلام میشود. ثم یضعف، باب ضعیفی رفتن میگیرد و هکذا. همچنین مثل الانسان، به مانند انسان. یبدأ طفلا، انسان هم یعنی که اول طفل، ثم شابا، بعد از آن جوان میشود، ثم شیخا، با چی میشه؟ پیرمرد میشود، ثم حریما، با چی میشد؟ با حریمن، یعنی که فرسوده و تمام گفتای مردم، یعنی که آب و ادا میشد. ثم یموت، بعد از آن میمیرد. و هکذا القمر، ما هم همین. الا له الخلق والامر، آگاه باشد آفریدن از آن اوست، یگان کس آفریدن و امر کردن هم از آن اوست. این تصرف کردن این دنیا را این طرف اون طرف تصرف کردن، این کاری یگان کس نیست، کاری الله است. تبارک الله رب العالمین، بسیار با برکت است، پاک است، عالی است اون ذاتی که پروردگاری، اون اللهی که پروردگار جهانیان است. هذه الآیه فيها دلیل على معرفة الله بآیاته و مخلوقاته. در این آیه دلیل شده است به شناختن الله با آیات و مخلوقاتش. و رب هو المعبود، رب او معبود است، یعنی ذاتی که دیگرها او را عبادتش میکنند، یعنی معبودی بر حق. ان ربکم الله، گفت به درستی پروردگار شما الله است، یعنی معبودکم، یعنی معبودی شما. هو المستحق للعباده، و او حق بر لایق عبادت است. لانه هو الذي رب العباد بنعمه، زیرا اوست ذاتی که بنده ها را به نعمتهای فراوانش تربیت کرد. خلقهم، آفریدشون، و اوجدهم، اونا را به وجود آورد. فهو المعبود، او معبود است. و دلیل قوله تعالی، دلیل سخنی او تعالی است: یا ایها الناس، ای مردم، اعبدوا ربکم، پروردگارتون عبادت بکنید. الذی خلقکم، ذاتی که شما را آفرید. معلوم میشه که پروردگار اون ذات میشود که وی می آفرد. انا همون ذاتی که آفرید، او حق بر عبادت است. برای همون که شما را گفته که اعبدوا، شما عبادت کنید، شما فاعل میشوید. بعد در نتیجه الله چی میشه؟ مفعول به، یعنی که مفعول معبود، ذاتی که او را دیگرها عبادت میکنند، معبود. و والذین من قبلکم، و کسانی که قبل از شما بودند، لعلکم تتقون، تا شما تقوا بکنید، تا شما تقوا را به دست بیارید. الذی جعل لكم الارض فراشا، ذاتی که برای شما زمین را کورپا قرار داد، و السماء بناء، و آسمان را شفت، و انزل من السماء ماء، و از آسمان باران را فرود آورد. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، و به طفیل اون باران از هر انواع میوه ها برای شما روزی قرار داد. فلا تجعلوا لله اندادا، شما برای الله یگان همتا نگیرید. و انتم تعلمون، حالانکه شما میدانید که این همتایان از دستشون نه فایده میبرد نه ضرر میبرد. هذه اول آیه فی القرآن فيها الامر بالتوحید، این اولین آیت است که در قرآن کریم، در مصحف، که در آن امر به توحید است. و فيها النهی عن الشرك، و در همین منع آمده است از شرک. ولا تجعلوا له اندادا، گفت یعنی که شما برای الله همتایان مگیرید. ای امثالا و نظرا، یعنی مثل همتا.
تصرفون لهم العبادة که در نتیجه برای این همتایان عبادت را بس صرفه بکنید، نکنید این کارا. و قال الحافظ ابن كثير، حافظ ابن كثير میفرماید در تفسیرش رحمه الله: الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعباده، اون ذاتی که آفرنده این چیزهاست اوست حق بر و لایق عبادت. الذي جعل لكم الارض فراشا، ذاتی که برای شما زمین را چه کورپه قرار داد، و السماء بناء، آسمان را شفت بر زبر شما قرار داد، و انزل من السماء ماء، و از آسمان باران را فرود آورد، و فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، بتفعیل او بسبب او از هر انواع میوه ها برای شما روزی قرار داد. الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعباده، آفرنده همین چیزها اوست حق بر و لایق عبادت. و اما غیره فلا يستحق العباده، اما غیر الله وی حق بر و لایق عبادت شدن نمیتواند. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا.